گهواره یکی از عنعنه‌های دیرینه تاجیکی است که تا حال در بسیاری از خانه‌ها استفاده می‌شود. کودک نوزاد را با کورپه و متاها محکم در گهواره می‌بندند تا او آرام خوابد و مادر تواند کارهای خانه را پیش برد. گهواره کودک را گرم نگاه می‌دارد و تحت آن سوراخی است که مانند به ستیلچه آب است. یک نوع پامپرس سنتی تا که توانست‌های کودک به بیرون روند. مادران کودک خود را ساعت‌ها در گهواره می‌خوابانند و هنگام گریه کردن گهواره را جنبانده یا سرود خوانده کودک را آرام می‌کنند. بسیار بیبی‌های ما می‌گویند که گهواره کودک را راست می‌کند، یعنی پای‌های کودک راست می‌شوند و او خوابش شیرین‌تر می‌شود. همچنین برای مادر گهواره یک نفس راحت است، زیرا می‌تواند به دیگر کارها رسد. با وجود فایده‌های ذکر شده، طبق بعضی تحقیقات معاصر مدت دراز در گهواره بسته نگاه داشتن کودک می‌تواند انکشاف محرک او را اندک سست نماید. مثلا یک تحقیقاتی که در تاجیکستان گذرانیده شد پیگیری دارد که کودکانی در گهواره خواب رفته دیرتر راه می‌گردند. البته این تنها آمار است و هر کودک فردی رشد می‌کند. اکثر کودکان تاجیک نوابسته از گهواره دیر یا زود دویده و جهیده می‌گردند. مهم آن است که از گهواره به طور معتدل استفاده برید. مثلا هنگام روز کودک را بعضاً کشاده اجازه دهید آزادانه حرکت کند، شکم خود را بالا گرفته خزیده بازی کند تا موشک‌های بدنش قوی‌تر شود. همین طور شما هم عنعنه را رعایت میکنید، هم به انکشاف کودک موافق توصیه معاصر کمک میرسانید. نظر شما به استفاده گهواره چگونه است و تجربه‌تان چی میگوید؟ گهواره فایده دارد یا نه؟ شریک خیش را در کامنت‌ها به ما ارسال نمایید. یادآور میشیم که شریک برنامه ما شرکت لیندویت است. لیندویت با ویتامین د، قطره از ویتامین آفتاب.